سخن گاهی بگیرد جای دارو. هر آن زخمی که از تیغ زبان است، دوامش هم سخنهای روان است. سخن گر نیک باشد بس دوایی است، و درد دل دوای بی بهایی است. سخن در جهد او درمان جان است، تن بی درد ما را پاسبان است. غم بی دردی مردم بخوانی از نگاهش، غم بی دردی مردم بخوانی از نگاهش. زبانی مردمی باشد سلاحش. نه داروی و نه تیغ تیز دارد، نه داروی و نه تیغ تیز دارد. دلی از مهر او لبریز دارد. غمش بی دردی روی زمین است، غمش بی دردی روی زمین است. برغم مرگ دایم در کمین است. این شعر را یکی از شاعران شناخته تاجیک این شعر با قلم شاعر شناخته تاجیک جمعه قوت تعلق دارد که با طبیب حاذق ملا ظهور طاهری بخشیدند. چطوری که به همه شما حاضران معلوم است، ملا ظهور طاهری نه تنها در جمهوریه ما بلکه بیرون از آن، حتی بیرون از اتفاق ما هم شهرت خاصه دارند. و با این جمله شیخی شهادت می دهد که ملا ظهور هنگام طبابت به نوار گرفته شدند. و در اینجا البته من هیچ چیزی خوانده نمیتوانم برای آنکه با زبان چیخی به نشر رسیده است. و باز درباره ملا ظهور خیلی زیاد سخنها گفتن ممکن است. درباره کتاب‌های آن کس، درباره آن که شاعران، نویسندگان با آن کس شعرهای زیادی بخشیدند، سخنهای خیلی خوبی گفتند. و یکی از دراماتورگ‌های بسیار مشهور تاجیک عطابایف که حالا در قید حیات نیستند و طبع خیلی خوبی شاعری هم داشتند، به ملا ظهور شعر خوبی بخشیدند. من حاضر آن را برایتان قرائت میکنم و چطوری که میگویند سخن از زبان لقمان شنیدن خوش است. ملا ظهور را به صحنه دعوت میکنیم و سیانس امروزمان را البته سر میکنیم. مضمون شعر البته نهایت به آدمگری و به نیکدلی ملا ظهور بخشیده شده است که خصلت خاصی آن کس، آدمگری آن کس به همه ما و شما معلوم و انیق است. ملا ظهور جانان طبیب، ملا ظهور جانان طبیب، هم یاور و بر ما حبیب.
با صنعت افسونگری، با صنعت افسونگری، با لفظ شیرین دری، با خصلت نیکوی خود، با صحبت دلجوی خود، با شعر و هم بیت و غزل، با حکمت و پند و مثل، درد از تن بیمار برد، درد از تن بیمار برد، هم علت و آزار برد. زین روی شما بر ما ضرور، زین روی شما بر ما ضرور، ملا ظهور، ملا ظهور، ملا ظهور. مرحمت، مردم انتظار شمایند، شما را به صحنه میخوانیم. السلام علیکم دوستان عزیز، تماشابینان آینه نیلگون. بسم الله الرحمن الرحیم. برای چی من سیانس نوبتی خود را از این کلمه ها سر کردم؟ چون که علم روشناسی، علم پسیختراپی تاریخ بسیار دور و دراز دارد و از سبب ندانستن ادبیات ها با زبان تاجیکی نبودن، بسیار مردمی ما در این علم صرفه نمی روند و بسیار آواره می شوند، خود را به هر گوشه کنار می زنند وقتی که بیمار شدند. الکی تا سر شدن، تا من به داخل زل آمدن الکی رجب گل قاسمی که اینجا شما وقتی صحبت کردن، ایتپی معالجه شما سر شد. چون که برابری هر یک شما به زل در آمدید، الکی نزد خود به یک مقصد، یک وظیفه گذاشتید که شما تبابت می یابید. اعتقاد باوری به معالجه این الکی نسبی معالجه است. و دوستان کرام چطوره که امروزها درباره آشکار بیانی ما گپ میزنیم، من امروز باید همه آن سر و اسراری که در ساحه طب است به شما فهمانده دهم. من بعد سیانس هایی که کاشپیروفسکی گرزاند از 5 ینور مخصوص فرمان وزارت تندرستی برآمد که سیانس های تلویزیونی من کرده شود. در حقیقت از یک جهت راست است. برای چی؟ برای اینکه تمام عالمای ساحه طب در وقتش گفته که بیمار در نزد کتی بیماری، به واسطه بیمار که روبرو شده و را توبت کردن لازم است. مثلا وقتی آدما نزد آینه نیلگون میشن، ممکن تاثیر سخن چطوره که از این شعرها معلوم شد، سخن گاهی گزد مانند آرو، چون وقتی که آرو گزید یگان جای شما برام میکنه همین خیلی شده نشما، سخن گاهی بگیرد جای دارو. برای همین مثلا همین زل ها و اجازت هست که سیانس ها گذرانده شود، نه که واسطه آینه نیلگون قطعی نیست. وقتی که ما پیش که این ماه اکتبر بود مصلحت کردیم که همه خیلی سیانس ها زبان تاجیکی قطعی شود. مقصد برای چی؟ چون که بعضی آدم ها فکر میکنند که کدام زبان که آدم سیانس نگذراند تاثیر میرسند. البته وقتی که شما باوری اخلاص کرده رفتید و فرقش نه کدام زبان که چطوره که در سیانس های کاشپیروفسکی شما دیدید که از مملکت های خارجی آدمی که سرش با مو نبود مو برآورد و یا اخلاص کردن. اخلاص و خلاص چه خیلی که خودمو میگن همین چیز است. من امروز کتاب استاد راهبر علمی من پروفسور راجنوا نزد شما آوردم که در اینجا نوشته که گیپنوز از دوره های قدیم تا دوره ما و آن چیزی که در بین خلق ما مثلا دعا میخونن، آب دم میتین، تومار میتین، همین انسان باور کند یاردم میکند. من برای آدمایی که در زل شدگینه، برای شخصانی که در نزد آینه های نیلگون هستند، همین را حاضر هدایت میکنم که مثلا شما هر کدام میتوانید که نزد آینه های نیلگون با یک نیتی خیرخواهی، نیتی شفاگری، یک چایnik با آب گیرید، چنانه که چمک گرزاندگی بود. نزد خودتان وظیفه گذارید که همین آب مینوشید شما با تاثیر میرسوند، البته شما شفا مییابید. در کدام صورت شفا مییابید؟ این یک مصلحتی من در آینده بعد فکر و اندیشه های شما میبینیم. مثلا آب گرفته هر پگاه شکمی گوشنبا چخیلی که دلی نهار میگن، بعضی ترمینای حال ما
اذیتی طبی زبان تاجیکی ناس استفاده برده نمیتوانیم. بعضی چیزاش ما معذرت میخواهم. مثلا دلی نهار کتی شکم گرسنه کتی نیم استکان آب نوشیدن پیش از خواب. مخصوص اگر در آینده امکانات شده ما صحبت کنیم، حتی ما طرز عادی‌ترین خوراکخوری نمیدونیم. همون شب که شما خواب کردید لوح‌های چیزی که نالازمی در هم جمع شد همینای آب شسته میبرد، آدم الکه خودش مقصر طول کشید. برای همین کسی که نزد آینه نیلگون بشتن شما میتوانید الکه همین چیز استفاده برید. بعد از روی مکتوب‌های شما در آینده ما میبینیم چقدر یاردم رسانده است، چقدر تاثیرش است. من در اینجا درباره بخشی‌های خودم حالا اکثریت جواب بخشی‌ها هستن که بی‌واسطه دایره کته میزنن دیگه چه کته اما آدم تلقین میکنن که جن و عجین از بدنی تو دور شد. من در این کتاب هم چخیل همون دایره زده همون جن و عجین از بدنی بیمار دور کردم. من در صورتی دیگر درباره عیسی خریستوس چخیل جن و عجین از بدنی بیمار دور کردم است. من اینجا بیمار آینه نیلون کتی نستر نشان داده می شود. کتاب بیمار خواب کرده از پیر دیوار ایستاده دستش مثلا هم یک مسافه معین داشته جنها نشدن گفته تلقین میکنه. کچھ کتابی که از این کتاب من به دست گرفتم شما بفهموندم دوستان، من بسیار دامنه‌های مشهور ریسپوبلیک از آن جمله پیش از آغاز سال نو با شیخ قاضی شیخ مصلح الدین شهر لیناباد نام وی مصلح الدین هم صحبت شدم. من گفتم دامنه من هم خیلی طبیب هستم و میخواهم بعضی چیزا که شما کته صحبت کنم که چون که وقتی که من سیانس های تلویزیونی گذارم بدین اسناد نبیارم. مثلا شما دعا میکنید، هر یک دعایی که شما خواندید هم بیماری که نزد شما میبینن شفا مییابند یا نه؟ گفتن نه همه. سوال دیگر من دادم که مثلا مسئله گرم خنک است. شما همه آدمای گرم خنک کردن میتونید یا نه؟ یا گفتن که ما گرم میکنیم نه که خنک کنی وای نیست. این از جهت شهر ممکن نیست، نه که کردن ممکن. همه نمیشه از کدام جهت. لیکن من این از جهت علم شما با حاضر شرح میکنم. در حقیقت فکر و اندیشه های و از جهت چون که و مدرسه ها میخوانن از جهت علم شرح میتونن. اون شخص هایی که سیستم عصبش چطوری که پاولوف اکادمی در وقتش گفته بود که آدمو تیپ سیستم عصبش خود رسامی مثلا باغ بود نظری وای در باغ پیدا میشد، همونو گیپنوز و ناز داده میشه. من این فکر من باز شما با همین از دوام سیانس ها نشون میتیم میفهمیم میبینیم. از سیانس های کاشپیروفسکی مثلا تمام آدم تماشا کرد، از هر 100 آدم یک تا دو تاش مثلا موی سرش سیاه شد، یک تا دو تاش نقش. برای چی همون نمیشه؟ این از خصوصیات های معنی سری انسان وابستگی داره. کلام شخص ها گیپنوز نمیفهمن موافق تئوری پاولوف. شخص هایی که مثلا علم های دقیق میآموزن، متماتیکا، فیزیکا، همین چیزا. بعد سومش گروه آمیخته، یک قسم از تیپ رسامی، یک قسم از تیپ علم های دقیق. نه که در پروسس 10 ساله که من به واسطه ساحه روشناسی کار میکنم، آدما که کار کردم، حتی نامزدی فن های متماتیکا هم تو من دستم رسانم و گیپنوز میشه. و در وقتش خودی پاولوف گفته که معنی سری انسان یک یشوکی تاریک مانند است. کدام نرو سر به میدارد، کدامش میبرد، ما اینو درک کردیم فهمیدیم، نه که در اونجا چقدر ریاکسیون های شیمیایی میره تا حالا برای ما نامعین است. برای همین دوستان مقصدی اساسی وقتی که انسان یک چیز فهمید هر جا با خودش سرش زده آوارش دویده نمیگرده. مثلا آدمی حاضر فکری من که همه این زال جمع شده تا شما هم آدمای درمان. آدم اگه سالم باشد نمیدوند که در کجا بیمارخانه است، در کجا دکتر هست، در هیچ فکرش به نیست. وقتی که درمان شد اصلا میگه که در امریکا در انگلیس همین آدم توبت کردن ممکن است. و چطوری که در اینجا از ژورنال چکسلواکی که یک مقاله چقدر آدما ما به مکتوب نوشتن که ما از همون چکسلواکی خسته تاجیکستان بریم توبت نکنیم یا نه، چون که همون بیمارا الکای دیگه امکاناتی توبت کردن نیست. مثلا علم طب وقتی که جاش با آمد نه دکتر شما به یاردم کردن میتود نه طبیب گویم دیگه چیزاش کنید. هر یک ارگانیسم یک مهلتی معین با چخلی که میگم خدا آفریدگی همون چیزا. برای همین مقصد اساسی ما از همون عبارت است که ما یکدیگر را حرمت کنیم، احترام کنیم، قاعده های زندگی رعایت کنیم. همین سبب درازعمری میشه. اوشاکون درباره این مختصر درباره کمک تاریخ گیپنوز بود. از دوری پیدا شدن انسان بر روی زمین، پیدا شدن طرز گفتگو، طرز توابط پیدا شده بود.
نه که همه این تا همین غلبه کبیر سوسیالیستی اکتبر خاراکتر دینی داشت. برای چی خاراکتر دینی داشت؟ مثلا من خواجه گرم 3 سال کار کردم، در همونجا بعضی آدم‌ها از راه‌های دور می‌بینن، برای همون از راه دور آمدن بعضی پر می‌دارن، نه که همینا یک مقصد می‌بینن که خواجه ما با مدد کن، یک دوا فاتحه گرفته میرن الکی نقض میشن. همون بیمارای نقض میشن که فکران تصور میکنن که ویا بیمار هستن. مثلا ماه مارس سال گذشته در گزیت پراودا یک مقاله برآمد که نامش پسیخولوگ. در اتفاق سوویتی مقدار پسیخولوگ‌ها تماما کم هستند. قریب 70% اهالی اتفاق سوویتی ویا فکران تصور میکنن که وایها بیمار هستند، نه که یگان عضو داخلی ویا تبدلات تغییرات ندارند. وقتی که آدم فکران خودش تلقین کرد که وای بیمار است، در عین حال وای بیمار شدنش ممکن. مثلا من در پروسس کاری خودم همین خیلی دیدم که آدم‌ها دیدم که وای یک مراتب نزد طبیب برفتگی، دکتر برفتگی، فشار خون چین کردگی و گفته است فشار شما بلند. تو همین روز وای حس کردگیش نیست، نه که از همین روز وای خودش کسل حس کردگی. مثلا آدم بی سبب مردنش ممکن نیست. حاضر در نزد انستیتوت مرکزی کاردیولوژی اتفاق انستیتوت پیشگیری کننده هست. و یا به واسطه زواد و فابریک و منجمه کار میکنن، به خصوص که آدم بیمار است بیمار نیست از تجهیزات میگذارن آنالیز میکنن، در نتیجه معاین شده است که 35% آدمایی که خودشون تماما صحت میگویند و یا بیمار هستند. برای همین امروز علم طبی ما دیسپانسریزاسیون گفته همین آدما باید که یک سال دوبار از نزد دکتر گذرن آپاراتور نشون تا دیگه چیز فهمیده دادنی هستند. تاریخ دومی پیدا شدن علم روحشناسی پسیخوتراپی نام عالم میسمرقتی وابستگی دارد. این عالم یک بشکه آهنی نگرفته گفت که این آهنی آهنربا دارد، چون که ترکیب خونی ما با آهن هست. از درس های فیزیک شما میدونید که تاثیر آهنربا آهن به تاثیر میرساند، گردش خون تیز شدنش ممکن دیگه خیلی حالات ها. ما بسیار متد های تبابتی مگنیت قطعی داریم، آهنربا قطعی داریم و تلقین کرد که آدم ها آمده همین دستان و همین بشکه به داره دیگه شما شفا مییابید. مادامی که 10 گاه جمع شد، یک تاش دستش داشته گفت که درد سری من گذشت، دومش گفت درد پاچکم گذشت و این پروسس آهنربای زنده نام کرد که آدما تاثیر سخن قطعی یکدیگرش تبابت میکنند. برای فکرش سنجیدن رساله دکتری حمایت کردگی و عیناً همین خیلی بشکه از چوب ساخت، فقط رنگ کرده گفت که این بشکه آهنین است، آهنربا دار. عیناً همه آدمایی که همین طرف شفا یافتن همین خیلی تاثیر داشت. در همین جا این چیزا گفت که به واسطه این تاثیر سخن است تلقین کردن که همین چیز پیدا میشه. مثلا یک مثال عادی میبریم، نزد اونورمکی مرکزی دوشنبه بعضا همون چیز شما با لازم نیست، میبینید که آدما نوبتی بسیار ایستادن، شما هم رفته میستید، اون چیز نه که شما با لازم نیست، برای اینکه همینجا آدم بسیار ایستاده است همینجا من با اون چیزی لازم میگم. مثلا موقعی که نشون داد اینستیتوت فکر و اندیشه های خلق امریکا 80% که آدم‌ها بعضی چیزهای زندگی بخریدن نالازم استفاده نمیبرن، چی مجبور کرده است که وای همون چیزهای خرن. این به واسطه رکلام، همون خواندگی، مثلا همین رکلام استفاده برده بعضی آدم‌ها بسیار آدمای سوداگر، آدمای فریب میتن. دور نمیریم، من همین گیریم شیمهای جنس، شیمهای عادی‌ترین ما گرفته اونجا به امبلم‌های خارجی میچسبونن، برآورده 200-300 میفروشن. اینا هم به واسطه فکر انسان که پیدا میشه، اینجا فریب‌خوری آدم‌ها پیدا میشه. و به نهایت دوره سوم علم روحشناسی با نام کلمه گیپنوز 150 سال پیشتر پیدا شد با نام عالم مشهور انگلیس جراح بریت که وای بسیار جراحی‌ها گرداندگی در زیر تاثیر گیپنوز. علم روحشناسی رفیقا یک علم کلان است. مثلا همه آماده موسیقی گوش کردن الکی سیستم روحی شما با تاثیر میرسوند، شما آرام میشید. حتی موسیقی ها است که آدم خوابش میبرد، موسیقی ها است که وجود آدم بیدار میکند. مثلا به قریبی من یک کتابچه گرفتم از ریسپوبلیکای پریبالتیکا الکی و یا موسیقی ملی خودش را جاری کرده، کدام موسیقی که آرام کردن در کار، کدامش که خواباندن در کار، کدامش که بیدار کردن در کار. هر یک آدم وجودی خود به یک طرز موسیقی دارد. اکنون چیزی اساسی برای طبیب روحشناس، برای دکترگویی چیز است اینجا، به واسطه سخن زهر و پازهر و گرم است و سرد، سخن تلخ و شیرین و درمانی درد. از این کلمه ها الکی معلوم میشد که سخن زهر آدم میکشد. ما اینا از روزنامه ها دیدیم، از مناسبت آدم ها دیدیم. مثلا 2 سال پیش یک مقاله چاپ شده بود، زیستن میخواهم
محرری پشته اون مجله کمسمال تاجیکستان بود، حالا جوانان تاجیکستان. عطا همدم یک دختر از رایون‌های به فکرم قانچی که اعضای کمسمال خودش کرسین انداخته سوزاندگی. وقتی که بیمارخانه ما میخواستم زنده مانم گفته. همین تاثیر یک منفی سخنی یک خیشه شده دخترت بیجا کرد. من تاثیر سخن که آدمای میکشن. اگر ما امروز آنالیز کرده بریم که برای چی در ریسپوبلیک ما مقدار خودکشی خودسوزانی بسیار هست، به واسطه معامله نادرستی آدم‌ها در زندگی، در جایهای جمعیتی، در جایهای کار، نفهمیدن یکدیگر. کلمه گیپنوز خودش چی معنی دارد؟ در زبان تاجیکی ترجمه کنیم به واسطه خواب است رفیقان. نه که بین خوابی که ما شب‌ها خواب میریم، خواب فیزیولوژی عادی ما از خواب گیپنوزی چی فرقیت است؟ مثلا وقتی که ما خواب عادی میرویم در اینجا به واسطه سیستم عصب تماما بیهوش است. گرد و اطراف کی گپ میزند چی میشد ما این گپ‌ها رو قبول کردن نمیتوانیم. وقتی خواب گیپنوزی با خواب طبابتی به شما دائم سخن‌های دکتر رو مثلا شنیده میستید. تمام ارگان‌های داخلی ما رو به واسطه سیستم عالی عصبی داره می‌کنه. مثلا معنی سر مرکزی خنده هست. همون مرکز بیدار شد آدم خندیدن میگه. مرکزی خنکی حس کردن، مرکزی گرمی حس کردن، مرکزی اداره کردن کار دل، همش سیستم عصب خطی. برای همین مثلا ساده گفته که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند که عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. دندانتان در میکند خوابتان نمیبرد، دستتان به کار میخلد خوابتان نمیبرد. برای همین ارگانیسم یکدیگرش قطعی مانند. هر چقدر مثلا بسیار آدمات نزد من میگن که دکتر من دق نفس هستم شما من توبات کردم میتوانید؟ من جواب میدم که یک چند نمیدی دق نفس هست، نه که به واسطه من شما آرام کرده میتوانم. سیستم عصبی شما که همین شرایط مهیا شد، ارگانیسم شما خودش همین بیماری قطعی مبارزه بردنش ممکن است. تاثیر یک سخن قطعی تپش دل زیاد میشه، فشار خون بالا میشه، آدم به ترس و وهم پیدا میشه. خیلی بسیار آدمایی که مجله های ریسپوبلیکی میخونید، من بعضی مقاله های نوشتم مثلا درباره ترس و وهم. همین ترس و وهم اگر امروز آنالیز کنیم چطوره که در کاجواب گرم از تمام گوشه کنار ریسپوبلیک و حدود اتفاق آدما میبینن. من هم خیلی خلاصه برآوردم که نسبت و ملت روس زبان گویم در بین ملت ما ترس و وهم بسیار، چون که از همه خورده میگویم بیرون نبرو عجینه هست، دیو هست، جند هست، من همین چیز پیدا میشه. مثلا گویم یک سبب پیدا شدن لکنت زبان، گرفتن زبان در بین آدم، همین تاثیر منفی سخن. وقتی که ما در کورس روحشناسی در لنینگراد میخوندیم، در همونجا یک باغچه آنالیز کرده برآوردیم سبب گرفتن زبان در بین بچه‌ها. همون پیش خدمت هر بار میگفت است که اگر ویا خوراک نخورن اوقات خورکی نباشد داد میمیرد، آچد میمیرد. هر یک کودک پدر مادر خودش دوست می‌دارد. برای همین تاثیر منفی همین سخن و لکنت زبان آورده رساند. یکی آدما میگن این نقد بود همین خیلی پیدا شد. سخن که جای نشانی خودش برسد آدم میکشد. چطوری که درباره گیپنوز گفتم این خواب است، این خواب مخصوص مثلا برای که شما نقصر فهمید، زن مادر دو سه شب کودکش بیمار وزنین خوابش نمیبرد، روزانه خوابش سخت بردگی میبید، داد میزنید، حتی میجمانید که بیدار شود و بیدار نمیشد، چون که معنی سری وقت خسته شده که همه جای وقت پروسسی آرامی حاضر معنی سر هم تو که کودک گیره کرد و داره بیدار میشه. معنی سر انسان با پونکت های نوبادار هست. چطوری که امروز ما نوبادارهای یاری تجلی ملیت داریم، همین خیلی چیز هست. در همون چیز قبول میکنه. و برای که شما نفتر فهمید من آدمای در نزد آینی نیلگون بودگی همین چیزهای درک کنن، یک مقایسه کنیم که معنی سری ما این لنته مغناطیسفون مثلا بعضی موسیقایی که ما ثبت کردیم و نافورم شما گوش کردن نمیخواهید، همین وقتی گیپنوز و همین تازه کردن موسیقی ناز ثبت میکنن. یا که بعضی سخنهای قبیح که شما گفته که شما ناآرام هستید، دل یک سر انجام دید، همین از معنی سر شما تازه کردن نقطه ناز ثبت میکنن. همونجا شما الکی شفا یافته میگیرید. دوستان، از سبب اون که وقتی ما کم است، برای ما همگی 1 ساعت و 30 دقیقه وقت دادگی در این تالار ارکای من نگاه کنم، بسیار بیمارانی که من این وقتی سر و کاردار شده بودم طبابت گرفتن حضور دارن و اکنون من در اینجا درباره بیماری ها در پروسس معالجه شرح میتیم. همه آن شخصانی که در زل هستن در نزد آینه های نیگون هستن، پروسس طبابتی شما دوام دارد. چطوری که گفتیم اخلاص و خلاص، باوری، اعتقاد بسیار بیماری ها با شفا میبخشد.
لیکن من یک چیز دیگه آخر با همین گفتنی هستم که چنانه که شیخ رئیس بابای ما ابو علی سینا گفتند علم طب سه شاخه دارد: تیغ، سخن و گیاه. مثلا وقتی که دست ما بریدیم خون رفتن گیرد، ما شما گیپنوز کردن گیرم خون میرد و انسان میمیره. در اینجا گیپنوز یادم نمیکنه. در اینجا بیوسته متدهای جراحی. مثلا شما خودتون یک بار دو بار سرتون درد کرد یا دلتون درد کرد، خودتون رو تلقین میکنید که شما یگان با کسلی گنده گرفتار شدید. نزد دکتر میرید، از تجهیزات‌های طبی میگذارید و شما میفهمید میتونید که یگان علت نیست. الکی همین کلمه شنیدن برابر شما تست شفا می‌یابید. مثلا من اینجا با یک مثال آوردنم ممکن که من چند وقته که در قره‌ای بالا در مرکز کاردیولوژی کار میکردم، بعضا برای مشاهده رفته روزهای کنسولتاسی پروفسور بختیار پاچامیرویچ سر متخصص ساحه کسلی‌های رگ انکولوژی می‌نشستم. همون آدمایی که باید که نزد قبولی همون آدم می‌آمدن، اگر من عکس آنها می‌گرفتم و یا گفت که دلشو از دنیا خنک شدگی، هم پشتا منتظر که چی میشه. بعد که وای طبیب اونجا دیده گفتن که شما با کسلی رگ نیست، الکی باور کنید آدم نمی‌شناسید. از همون درونی کابینت برآمدن همین گل شکفتگی چهره‌های وای دل کشافته برآمده میره. نه شخصانی که میگفتن که برای معاین کردن خوابونده رنگین و دیگه چیز کردن در کار، همون خود به زور میکشه دیگه برای قدماش مونده میرن. این تأثیری من باز دیگر اثبات میکند که تأثیری سخن است. بنابر همین بیتا چطوری که میگن سخن از دهانی لقمان خوش است، در این تالار من شخصانی که من توابت کردم حضور دارند و میخواهم که آنها چند سخن چه خیلی بیمار بودن و چه خیلی شفا یافتن گپ زنند. با در پروسس همون صحبت ما سوال و جواب میکنیم. بعد یک التماس همین که اگر خواهشمندها بعضا سوال دادنی باشد، سوالها به واسطه مکتوب خطی شود بهتر میشود. مرحمت. همون میکروفون به فکرم موبایل بمانده. هم موبایل میکروفون هم برای میشه. رفیقام من بعد هر طرف میکروفون هست، کوشش کنید که وقت نگیره تو لینت رفت است، صد رفت است، همون بعد نزدیکتر وقتی بریتون از میکروفون. 5 سال پیشتر بعد از بیماری گریپ من با بیماری دیق نفس گرفتار شدم و این بیماری خیلی منو بسیار عذاب میداد. من از شهر هدایت و از رایون شنگستاباد ما در ناحیه خودمون یکچند مراتبه در بیمارستان خود طبابت گرفتم و دکتران گفتند که طبابت بیماری من قریب که طبابت نشونده است و من رو به شهر دوشنبه به قریه بالا فرستادن. در آنجا من 1 ماه طبابت گرفتم. در اینجا هم دکتران گفتند که احوالتون خیلی خوب شده که لیکن تا با آخر طبابت کردن این کسلی ناممکن است و به من مسئولیت دادن که از جای زیستم کمی دیگر کنم و به دیگر ناحیه ها رفته کمی زندگی کنم، ممکن احوالم بهتر شود. بعد از آن من به طرف های کاوکاز رفته یکچند مدت در آنجا زندگی کردم، به نزد پروفسور در آمدم معالجه کردم. راستی گپ احوالم کمی بهتر شد. بعد از باز با تاجیکستان بازگشتم، باز همون کسلی خروج گرفت. بعد آهسته آهسته این بیماری الرژی داد. من از همین بوی‌های عطریه، بوی سیگارت، بوی بنزین و بعضی رستنی‌های مانند پودینه، همین که بوی‌های آنها به من تاثیر کرد، پریستوپ می‌گرفت، نفسم تیز می‌گرفت و به من نفس‌کشی دشوار بود، سوفه‌های سخت عذاب می‌داد. راستی گپ از ترس همین پریستوپ‌های تیز پریستوپ می‌گرفتگی من حتی به کوچه برآمدن هم می‌ترسیدم، چون که از بوی ماشین‌های راهگذر حتی می‌توانستم بعضا نفسم گیرد. بعد به من مسئولیت دادن که در خوجابیگان طبیبی هست با نام مولا ظهور طاهری و اگر علاج باشد به آنجا رفته طبابت کنید. این به فکرم امید آخرین من بود. من به خوشبختی به من میسر گردید که پوتیوکا گرفته در ماه مارس به خوجابیگان رفتم و در مدت 1 ماه مولا ظهور طاهری مرا طبابت نمودند. آن کس مرا نه تنها با گیپنوز بلکه هر روز مدت چند وقت ما
اون کس با ما با یک چند بیماران درس ها میگذاشتن و در این درس ها با ما خود معالجه کنی خود تلقین کنی رو میآموختن یک چند ادبیات های گوناگون رو با ما میدن تا که ما آن رو